هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قصه جوانمردی که به منصبش نمینازید. عزیزان و دوستان، این قصه های جوانمردان راه خدا شاید برای بعضی از انسان های تکبر یا خودپسند درس عبرت شود. در یک مجلس سه مرد نشسته بودند که یکی از آنها حسن بصری بود. مرد یکم گفت: من فرزند فلان شیخ پولدار و منصبدار هستم. مرد دوم باشد گفت: پدر من یک شخص وظیفه‌دار و امیر فلان شهر است که پدر من تمام مال و ثروت را دارد. من باشم فرزند انا همان مردی هستم که همه او را میشناسند. سوم مردی که حسن بصری بود پس گفت: من همان مردی هستم که خداوند مرا از یک قطره آب منی آفریده است. یعنی من کسی نیستم، زیرا اصل پیدایش من از یک قطره آب پلید است. یعنی حسن بصری هرچند پولدار و عالم بود، اما ذره کبر و خودپسندی نمیکرد و خود را از دیگران هم بالا نمیدانست. اما بعضی جوانان کمی سم یا مال به دست بیارند، اصل خود را فراموش میکنند. خود را از دیگران بالا دانسته به انسانهای عادی نظر نمیکنند. افسوس که جوانمرد حقیقی این گونه نیست. انسانیت را پروردگار از خاک آفریده است، پس ما باید خاکسار باشیم. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریده چون آتش مباش. پس دوستان عزیز، ما باید سرکش و چون آتش مباشیم، بلکه مردی خاکسار و معامله ما باید به تمام مردم یک نوع باشد. میگویند خودپسند یا تکبر مباش، تو را از خاک الله خلق کرده است، پس چرا امروز مثل آتش شده ای؟ مگر این نشانه ابلهی نیست؟ آخر نمیدانی که پول و مال چرک دست است، روزی است که از دست تو می رود. مرد باید در مالداری و فقیری باید خاکسار و نرم باشد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هنگام مرگش به دخترش فاطمه رضی الله تعالی چنین گفت: من نزدیکی پیغمبر زاده ام، من میان مردمان آزاده ام من. یعنی ای فاطمه، تو من است که دختر پیغمبر هستی، زیرا من هرچند پیغمبر هم باشم در نزد خدا همه یک هستیم. عزیزان دل، این مصرع شعر را تحلیل کنید، پس برایتان بسنده است. اصلت از قطره منی، لایق تو نیست منی. از راه بول شدی، کبر و منی ها چی کنی؟ تو همان چیفه ای که اون حسن و جمالی تو از اوست، باش خاطره او میل به بالا چی کنی؟ یعنی خداوند ما را از یک قطره آب منی آفریده است و از این آب پلید ما را به شکل آدمی درآورد. پس چرا ما یک مرتبه از اصل پیدایش خود یادآوری نمیکنیم؟ مگر همین است خدا ترسی؟ باقی خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.